قام التلمیذ فقرأ درسه، یعنی که ترجمهش شاگرد از جا برخست پس کتابش را خواند. شاگرد یا دانشجو از جایش برخست پس درسش را خواند. پس اعراب این چی می شود؟ اعراب این جمله قام التلمیذ فقرأ درسه. پس قام فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. پس قام این فعلی ماضی بوده است، جمله فعلی بوده است، زیرا که با فعل ماضی شروع شد جمله امان. التلمیذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس کلمه التلمیذ فاعل قام بوده است. این قام فعل ماضی ما درس گذشته بیان کردیم که فعل به دو قسم تقسیم می شود، فعل لازم و فعل متعدی. این قام فعل لازم بوده است، زیرا اینکه فقط فاعل گرفت و خلاص. قام التلمیذ یعنی شاگرد از جایش برخست. ببینید جمله پره شد، یعنی شاگرد از جایش برخست، پس خبر داد یا که بیان کرد حال را. اکنون الفاء فقرأ کتابه. فقرأ یعنی الفاء حرف عطف مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب. پس این فا حرف عطف است، مبنی علی الفتح است و محل اعراب نداره، زیرا که گفتیم حرفا همشان لا محل می باشند در اعراب. قرأ معطوف علی الفعل قام. پس قرأ فعل ماضی است، این معطوف است در جای فعل چی؟ در جای فعل قام. قام فعل ماضی، جمله ابتدایی لا محل له من الاعراب که هست، پس قرأ هم لا محل له من الاعراب می باشد، عطف در جای قام هست. و قام معطوف علیه، این قام معطوف علیه هست، زیرا اینکه قرأ عطف در جای قام شده است، پس قام معطوف علیه می باشد. اکنون قرأ فعل ماض مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب وفاعله ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو. پس فاعلی قرأ ضمیر مستتر بوده است، جوازا تقدیرش چی میشده است؟ هو. یعنی هو با کی برمیگردد؟ با التلمیذ، یعنی قرأ التلمیذ با تلمیذ برمیگردد. درسه مفعول به منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. درسه، پس کلمه درسه این مضاف می شود. الهاء یعنی درسه، الهاء ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل جر مضاف الیه. پس الها در محل جر مضاف الیه می باشد. پس قرأ درسه، قرأ فعل ماضی بوده است و این فعل متعدی بوده است. چرا؟ زیرا اینکه مفعول به گرفت. درسه مفعول به قرأ می باشد. پس در اینجا دو جمله هست و دو فعل است. فعل یکمش قام، این فعل لازم است، التلمیذ فاعلش. قرأ فعل متعدی است، درسه مفعول به قرأ می باشد.